استقلال دولتی آغاز دوره کاملا نو در تاریخ دولتداری تاجیکان، مرحله تازه در تشکل هویت ملی ما و مقدسترین و بزرگترین جشن برای مردم تاجیکستان محسوب می شود. استقلالیت مقدسترین و عزیزترین نعمت دنیا، رکن اساسی دولت آزاد، رمز شرف و ناموس وطنداری، کفالت خانه آباد و سری بلند و نیروی تکان بخش حیات هر روزه ما باشد. امروز مردم شریف کشور خوب درک کردند که همه پیشروی‌های تاجیکستان پیش از همه از برکت استقلال و آزادی، صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی، یعنی اتحاد و سرجمعی خلق تاجیک به دست آمدند. با شرافت استقلالیت، جمهوری تاجیکستان به مرکز برگزاری چاره‌بینی‌های سطح منطقوی و بین المللی تبدیل یافت و تشبس‌های نجیب و پیشنهادهای مشخص تاجیکستان تحت راهبری پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان باعث افزودن موقع تاجیکستان در جهان گردید. بگذار صلح و آرامی، ثبات سیاسی، وحدت ملی و پیشرفت و آبادی در تاجیکستان عزیز ما ابدی باشد. پاینده باد وطن محبوب ما، تاجیکستان آزاد و صاحب اختیار.